دوستان عزیز، در خدمت استاد انوش عزیز هستیم که خیلی خوشحال شدم که ایشون اینجا دیدم. استاد عزیز، شما استقبال هموطنان و دوستان چجوری دیدید توی کارگاه کوک؟ سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما توی کارگاه کوک هستیم با مدیریت و سرپرستی استاد تربیت و همسر عزیزشون. در خدمت خانم سرکار خانم آقا هستیم. الهی عزیز، خیلی خوش اومدید. خوشحال شدم که امروز با ایشون و دوستشون آشنا شدم. اینجا محیطش چجوری پیدا کردی و استقبال خودت چطور بود؟ بله، من امروز واقعا خیلی چیزا رو نمیدونستم، یاد گرفتم و اینه که آدم باید تا آخر عمرش هم که باشه بیاموزه. برای هر کسی که نوشتن پناهگاهشه و دنبال یه محفلی میگرده که با دیگران میتونه گفتگو کنه و همزبونی پیدا بکنه، من این کارگاه رو پیشنهاد میدم. آقای تربیت با سابقه طولانی آموزش بی تردید به شما چیزهایی رو یاد میده که حتما براتون مفید خواهد بود در ادامه راه نوشتن و شاعری. به نظرم خیلی فوق‌العاده است. آقای تربیت و خانمشون واقعا زحمت میکشن، کار فرهنگی که انجام میدن و واقعا دیگران داریم. امروز هم خیلی جالب بود. استقبالم که به گفته خودشون بیشتر از چیزی بود که انتظار داشتم. باعث شد یه نگاه جدیدی بشه من داشته باشم تا حالا این شکلی شعر و تحلیل نکرده بودم، چیز جدیدی یاد گرفتم و حتما ادامه میدم. به نظرم کسایی که علاقه‌مند هستن به شعر و نویسندگی میتونن واقعا استفاده کنن از این امکانی که از این دریای دانشی که دارن و خیلی هم دوستانی که اینجا بودن همه فوق‌العاده بودن. خوشحالم از داشتن با همشون و امیدوارم بتونم ادامه بدم. این هنر شعر و شعر گفتن قوانینی که داره مطابقت میکنه با موسیقی ما. من پیشنهاد کردم که از جلسات دیگه من یکی از سازامو بیارم که وقتی که استاد تربیت دارن شعر رو ردیف رو پایه میخونن با موسیقی اجرا بکنیم که هم بهتر بشه هم بیشتر جلب توجه بشه. هر حال تا اونجایی که میتونیم باید به هم دیگه کمک کنیم، به کارامون ارزش قائل بشیم، به کارهای استادا ارزش قائل بشیم. آقای تربیت جلسه اول بود، من خیلی بهره بردم. دوستان عزیز، در خدمت استاد فرشید تربیت هستیم که رئیس شخصیت استاد بگم واقعا کمه. استاد عزیز امروز جلسه اول بود که اومدن و واقعا ما خیلی چیزا از پیشون یاد گرفتیم. واقعا چیزایی که من توی شعر خودم نمی‌دونستم ازشون آموختم. استاد عزیز امروز استقبال دوستا و هموطنان چطور؟ بسیار ممنونم از شما جناب نمر عزیز. من از ادب دارم خدمت دوستانی که این ویدیو رو می‌بینن. انجمن فرهنگی هنری کوک در هامبورگ با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که از قبل داشته قرار بر این شد که روزهای شنبه هر هفته کارگاه شعر و ترانه و نویسندگی خلاق برگزار می‌کنه. امروز ما اولین جلسه رو داشتیم و تونستیم که با استقبال دوستان زیاد و هنرمند و هنردوست و فرهنگ دوستی مواجه بشیم. خیلی جلسه گرم و دوست داشتنی شد. ما طبق برنامه‌هایی که داریم این مباحثی که امروز مطرح کردیم از تکنیک‌های شعر، تکنیک‌های نویسندگی در هفته‌های بعد خواهیم داشت و به هر حال توی کارگاه با مشارکت توانمندی‌های همدیگه اینها رو با پی می‌گیریم و دنبال می‌کنیم. امیدوارم که دوستانی که این صحبت من و شما جناب لمر رو میشنون و میبینن اگر اشتیاق دارن که در جلسات فرهنگی هنری انجمن کوک به مشارکت داشته باشن، مخصوصا این کارگاه شعر و ترانه و نویسندگی خلاق، تشریف بیارن و بتونیم در کنار همدیگه از توانمندی‌های هم استفاده کنیم. از شما ممنون که امروز بودید و بابت این زحمتی که کشیدید بسیار سپاسگزارم. دوستان عزیز، منم به نوبه خودم ازتون تشکر میکنم. فقط بهتون میگیم بیایید و کارگاه کوک رو حمایت کنید. واقعا اینجا خیلی چیزای خوبی رو استفاده میکنید که هر جایی هستید با خانواده‌های عزیزتون سلامت باشید. خدا نگهدار.